حالا یا کینی؟ گیله سنی عباس جنگیری سنی گیله جنجره یه راستی جنگیری خیلی هستی جنگیری که هستی سنی گیله چه جنگیری خیلی هستی چی که پایه ایتی چه گو خوب هستی گیله سلامت بشی حالا بودم منیم آب رفتم بازار گیله چای او یار برشی نما کجا بودی چی که پایه چی ما خرابه خریدیم چی خریدی؟ خرابه تبریک باشه زنده باش کدی خرابه؟ همون خرابه همسای ما نوروزه خیلی مول بخریدیم دیگه اونا برفتم به خوب شعب شیشتینی انا این بفشیدم با ما انا بفشیدم انا دلار ما میگه که انا مچو میگه انا این مچو ما باید وقتی خوی به دستم بیاد چپا میکنه این میگیری دیشی طبقه تیار میکنه اون کجایی میگیله جو شما برای مزه همه جوت جای استونی چو دلار ما میگه زیرگیری مچو زرگر میدونه چند بستوندم؟ چی؟ چند بستون؟ 5,50,000 ریال چیلی بیه اینو میسه که اگر گرد بگو شاید بعد کم بیاره حالا من ری کردم از بعضی کسا پولای اینو اضافه آمده یا شما پولدار شده تو جا 5,50,000 پولا خود خیلیه خیلی باشید من چه زرگر قدر میدونه چی میدونه؟ قدر زرگر چه قدر میدونه مطالیه گیله مطالیه قدر زرگر میدونه قدر زرگر دیگه زره حالا بیا من گفته که برو انا برو پیش خاله خوره چیز کن انا برو که 20,000 پولا ما کمانه 20,000 پول ما بدن خاطری این بابا میگه یک روپیه نمیمونه بومونه نمیده منه تو سختی بده ای؟ انا چیز پول با ما 20,000 بدیم انا با برو ما گفته 6-7 ماه بعد بخیر پولا شما ایله جو من 20,000 بدم نه تو بسته خونی من بپار شی تو زنی از خالم خیلی از خاله بسته خونی من بپار اگه 20,000 پول پیدا کنی سریعه تو میفهمی چکار میکنی گیله تو بیا بشی که من خواهی تو گفت بزنم ایله جو بشی بسته خب با هم نیخته تو بیا بشی گیله تو بیا بشی یک دقیقه با بیله رستی میده گیله که تو خیلی بلچه حالا تو بیا بشی بیا بشی گیله بسته خونه با هم نیختی تو و اشتباه کردم تو گفت گیله گیله چی؟ با جگاه افتاد چه دادم بیاغلی تو خود تو میگه بعد پال خونه ما 20,000 پوله تو باید خیلی بپلی خب میپالم این دیگه باید گیله بیا بشی بیا چی سردی نگی چی داری بده یک کسی میگه بگم سلام نفسه گیله جو بشی قول مدام بیا قول میگرم میندازه گردن من بشه بس زندگی که مدرسه نمیبینم گردن من شه بره کسی گونی خب بله یا خدا اول اونجا به خونه بیا نمیبینم قول مدام سر رو گپ بکنی اینا به کی هم بخته میاد یعنی معنی گپ من بینه که یک بیرکوی ما به خونه دار خدا نیه خواهد بوده بازه میبینه نیه این نمی کجا کنه نیه نه کجا بردیم ما 20,000 پول برو که لجوه خیلی برو من صبح کل ندارم اگه میشتی میدادیم خدا من نیه برو بخی بسته خونه من بگفتی بانزی خود تو گفتی 20,000 پول بلا یعنی گفتم نداریم ما بگیم پول کجا میشه خب دوری شاید از سرپختن بیشتر کم داشته باشه بزن میگم پول نداریم ما خونیم بپال 20,000 پول نیه وقت سیوی تا پیرا کن بزنیم در این چوی بالشت میگیره ای برمیده سیوی بسته خونه با هم ریختی دیونه Okay.
ماما نوروز سلام علیکم مشتنی چه کار کنم خونه میبرم خونه میبری اینا که تو از اون یک جا میکنی آخر یا اینا رو بکن نه یک کمی کنم یاد دارم یک کنم خمر خود کشتی منی کنم من شنویدم که بخیر میبری به شهر بشیشتنی نیاد دارم بخیر میگم که همین زمین ها را اگه به کسی لد ندادی اگه به اجاره هم بدی مایم به کشتمندی نسبکری هم بدی مایم دیگه میفهمم اونجا من زمین رو بخیر کشتمندی میدم به اجاره نمیدم اجاره بیقالقشتره سکو ما چوچه پوش داریم زن بچه داریم میای پیاز میکنه چارچا بانجونی میبریم تو نی گزن ما بسته میشه اجاره که هست این چیز بریدیه امغزر سال امغزر به تو گندم میدن سال امغزر پول سوزبر میدن تو بگو که ما سلام علیکم و علیکم مامان روزیشتنی سلامتی مامان روز خیلی ببخشید ما جو گپ شما گپ میزنم امی پولا شما پولا سرار 5,30,000 تیار کردم یک 20,000 دیگه یک 10 روز مگر به من صبر کنه به خاطر ازی که من یک چیزی داشتم یک چیزی هم قرض کردم پولا رو بفهمیدین خب دیگه به من به قرض پیدا نشد یک 10 روز صبر کنیم باز بچه‌ها اینا به ایران هم حتی ما زنگ زدم بچه‌ها گفتن سر برج ما باشه باز پول هرچی می به تو رای میکنن یک 10 روز صبر کنه اون 5,30,000 تیار کرده می قواله از این نوشته کنه که من دل جمع شم فهمیدین ماما جو فوق 10 روز نمیکشه بچه‌ها از ایران پولا ماشا خود بگیرن پولا شما میدم ایت یک ریپ با من قبول ندارم چرا ماما روز ما همسایه ما باشه 5,30,000 پول شما تیار کردم 20,000 دیگه قطر زر زرگر میدونه میفهمی پیاره خوب بگردم اون سوار اون جادیه میشه اتوبان میشه خوب جای میشه اون جای هست که بهترین جای پیاره خوب بگردم که من رو تو 5.5 لک دادم ماما جو من میفهمم که قدر زر زرگر میفهمم اگه من قدر سرا شما نفهمیدی من نمیخریدم به اغزا پول اون سرا خرابی این داره خود شما میفهمیم قانون هم 20,000 پول ما و شما همسایه به می دیمی شما می زمینا خود به کی میدیم به دستمون نفر بخیمه میدم اون دست خوارزاده شما نورالله میدم اصلا نه گفتم یک بمونه قبول ندارم رمضان دیگه هم نشه لالا پولام فقط من تو 2 روز دیگه تو وقت میدم پولام تیار کردین انه ماشاءالله سرا ما با 5.5 لک سرا اینا آره شما معامله کردین دیگه این سودا حرومی میشه دیگه هی ماما من اینو به تو میگم اختیار خدا رمضان ما و شما همسایه پیش هم اعتبار ما خب پول پیدا نشد 100 لک به پیش اعتبار ده من که برم به شهر دیگه من نمیتونم هر دم آدم بیام بابا در سرات تک تک کنم 20,000 بدی کوکو خیره با شما گیلک برای خدا میکنم خونه خدا جوری میکنه کنم کیلو من میگم رمضان جان میزنم من پولات یا کردم شما زنگ بزنید خوبه تو دیخ نشی که من پیش ماما نوروز آمدم واسطه عزیز سرا نمادم واسطه همین زمینا آمدم نه این سودا بر رضایت اگه ماما خوش نداشته باشه مال تا حال ما معامله نکردیم گپ زدیم کلک کردیم پولای رو آماده نکردم خوش نداشته باشم به من نمیدم نه تو طرف من میفهمم قدر از اون سرار میدونم و میفهمم ماما خودت میفهمی اگه سوار جاده شه میفهمی دیگه 20 لک 30 لک سرایه خوبه بر ببین خدا حافظ خب موجیگه حالا چه شد که به چی را خوشی به اجاره خوشی منتها چیز پاکیه زن و بچه ما میای پیاز میبره بانجون میبره شاخله درخت میبره تو با ما حلال باشه ماما جیگه جان اینجا کن نمیشه که ما خودشون به می هفته و گپ زنم راست میگی ما با تابخچه هم بخیر نمازگاه بیایم به سایه درخت‌ها خودشون میشینیم به دلجمی که گپ میزنیم خوب گپیه کسی که زمین نکش کنه قدر را میفهمه مثلا قدیم هست که قدر زرگر زر زرگر میدونه خوب چیزه آخه کش ماما نورود کش خودی نمیشه که تو تخم پشتی بری برد کار خود زحمت داره دیگه زحمت داره بفهمیدی؟ بعد ما شما 5 بجه نمازه یا تابخچه خوبه حتی که بگی ما قناعت داره خوبه خدا حافظ خوش آمده این بسته همه زر میشه همه زره قدر زر مگه زرگر میفهمه امینه کسی به قدر ازی نمیفهمه جور باشه که جی جان جور باشه خیریت جان دوری شکر نمیگی دیگه چرا به سرا به تا سرا کنه ماما به استاده ای
سرا کنیم مامان نوروز با استادیم آه دیگه ماما بخریدم این خبر نداری؟ بفهمیدی؟ این دیگه بابا چی میزنه میر که جیر جان؟ چی میزنی؟ امیر ماما من نوروز مفته برای ما نمیداد ما نماتیم ای پولا شما که ولی عجبه دادی چنده بدادی؟ 5.5 لک از او گرفته بدی پولا خوب دیونی تو این چینگ سرک کوکو شما پول دیشتون که 5.5 لک والی میبدیم ماما تو به بچه کو کسی چیز مفته نمیده ماما تو به تعداد شما مای دیده که به تو نورالله برار تو سرار مفته بده این باخچی آخی یک جریبه اما جو سکو سر تو را ماما خوب باید بخلی چرا کرد چرا کنی که ما گوسپندا خو به تعدی نمی آوردیم با تو بداده به 5.5 لک با ما با 4 لک آخی تو که به تا همی سرا بیامدی پشت از یمال یک پل زمینی آخی شفتالیستونه هرچی به دک باشه به تفکیر بالا میه تو عبا دارم بس هرچی میگی برو گپ و لازه که تو به تا جو میزنم برو بله شما پول نداشتین گیر بخره اما جو تو خودی که لگنده خوب خدا تو گپ داده برو گپ و لازه که به خیش به پینک تو میزنم قدر زر زرگر میفهمه من زرگرم قدر از این زر میفهم که چیه زری دیه این کروخیه این گوخونیه برو لالا اصلا نمی گوخونی میر به 5.5 لک بخریدم که بیایم برو گوه خور به تایلت کنم خلاص خودی یک جب خط خود گپ مفت میزنه شما 5.5 لک چی که 5.5 هزار پول نداشتیم یک موتر خیشتی بیاریم سر از عرصه به در کنه ستاره سبز بناز می آیه آنی بی دست خیلی آنه رو بیام چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت چشم سیاه زاغت مادر نبینه داغت مادر بینه نبینه جان جان بابا جان عاشق خوندن به دردتون نمیخوره همی گسپنده از کی به تعمی قبله آخیم یک چنگلاف که بپیشم روی اونا بندو یعنی شما لولو درو میکنیم بگونیم زحمتی رو کشیم بندازیم خب من گوار جمع کنم یا گسپندار جمع کنم من چی خدمت کنم من وظیفه خود خدا رو انجام میدم دیگه من 100 کار پیش برده نمیتونم از روزی که تو رئیس ناله با مکتب ری نکن میگم مرد کاری زن کاری بقدار به روزگاری حالا کم کتی ما و شما یعنی ای کلالو خب یعنی همین مکتب با تو چی به درد میخوره بابا بیا همین خودیم همین گو گسپندار جمع خب به خاطر چی بیامدی تو حال رسی من صبح بپرسم به خاطر چی آمدم رمزون لالا بدیدم امالت که می آمدون دیدم به سر مو سراخونی مامان روز قراری کرده بمرو بومی قراری کرده شیشته تو رمزون خیریت باشه بابا این جگاه شیشته سراخونی مامامه مامان روزا مامامه خب قراری کرده گفت اگه چیز بخریدم گفتم به چند خریدی رمزون گفتم به 5.5 لک ما نخریدیم رمزون را خرید یعنی تو میگی رمضان فایده که رمضان خورده را بدر که اشته لالا امیر ماما باور بکن ماما به 4.5 لک عرض میکرد من گفتم من نمو لالا من می کفار برای رمضان گفتم گو برا کاکا تو برا نفهمت چی میفهمی گفت طاقت را زرگر میدونه حالا کم شما اگه میفهمیدی حال صاحب باراگاه بودی گفتم تو خودی کله گنده خود میفهمی مر باید باش بزنه لالا به تاجور اگر بابا تو یک چیزی بگم اگر رمضان به همین معامله خو رمضان به ازی نخورد وقت نام نورالله بگردون